بچه‌ها سلام، به کانال آموزشی متماتیکا خوش اومدین. تو ویدیوی قبلی در مورد نقطه های متساوی الفاصله از یک نقطه یا یک خط صحبت کردیم. گفتیم که نقاط متساوی الفاصله از یک نقطه میشه یک دایره که مرکزش این نقطه باشه و فاصله همون شعاع ما میشه و نقطه های متساوی الفاصله از یک خط دو تا خط موازی با اون خط مورد نظره. لینک مربوط به تدریس این ویدیو رو براتون میذارم که اگر نیاز دارید دوباره ببینید. خب بریم سراغ یه تست. سوال 1 میگه دو نقطه A و B به فاصله 7 واحد از هم قرار دارند. چند نقطه در صفحه وجود دارد که به فاصله 4 واحد از هر کدام از آنها باشند؟ وقتی که میگه فاصله اون نقطه ها از دو نقطه ثابت هر کدوم 4 تا واحد باشه، یعنی 2 تا دایره میخوایم با شعاع 4 سانتی متر. یعنی الان این شکلی که اینجا داریم شعاع دایره اولمون 4، دایره دوممونم 4. توی پایه 8 تو فصل دایره ها داشتیم که اگر خط واصله بین 2 تا مرکز، یعنی خطی که 2 تا مرکز رو به هم وصل میکنه که اینجا AB هستش، اندازش از مجموع 2 تا شعاع‌ها مثلا R به علاوه R پریم کوچکتر میشد، تو این حالت میگفتیم 2 تا نقطه طلاقی داره. الان اینجا AB ما خود مسئله گفته 7، شعاع هر دو دایره 4، پس مجموعشون میشه 8. چون 7 از 8 کوچکتره، پس اینجا 2 تا نقطه تقاطع داریم، پس جوابمون 2. اما اگر AB مون برابر 8 میشد، یه دونه نقطه طلاقی داشتیم. اگه AB مون بزرگتر از 2 تا R میشد، اون موقع هیچ نقطه طلاقی نداشتیم. و اگه 2 تا دایرمون دقیقاً رو هم میافتادن، یعنی مرکزامون از هم هیچ فاصله‌ای نداشتن، AB مون 0 بود، اون موقع بیشمار جواب داشتیم. پس هر کدوم از این جوابایی که دادن ممکنه برای حالت خاصی اتفاق بیفته، ولی اینجا کدوم حالت اتفاق میفته؟ حالتی که 2 تا نقطه داریم. این جواب 2 درسته، جواب 2 تا نقطه درسته. چرا؟ به خاطر اینکه خطی که 2 تا مرکز رو به هم دیگه وصل میکنه، طول این خط از مجموع 2 تا شعاع مقدار کمتری هستش. خوشحال میشم که نظراتتون رو زیر ویدیوها برام کامنت کنید. اگر میخواید که از انتشار ویدیوهای جدید مطلع بشین، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و اگه مطالب براتون مفیده، لطفاً با لایکاتون کانال رو حمایت کنید.